سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو جدید. من رمم. میخوام داستان آخرین هکمو بهتون بگم به صورت فنی. ریلزش تو اینستاگرام گذاشتم ولی اونجا خیلی سریع گفتم. اینجا یکم میخوام ریستر شیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده در لحاظ فنی که هک شد اون سایت یه بخشیش. ببینید دوستان، دوستان، اولا که عرضم به حضورتون که رممو گفتم. من رمم. کسایی که هنوز باگ پیدا نکردن، کسایی که هی دارن سعی میکنن، تلاش میکنن، ادامه بدید بچه ها. یه جا پیدا میکنید و خستگی اون همه تلاشتون و خوندنتون و مقاله خوندن، نوشن سیو کردنتون در میره تنتون. اوکی، پس اینطوری نباش که پیدا نکردم ول کنم. نه، ادامه بده. من خودم مثلا روی این آخرین تارگت مثلا فکر نمیکردم باگ پیدا کنم. باور کن تک آدرسی بود سایت، حتی یعنی ساب دومیناشو حق تست نداشتی، فقط یه پنل بود که تو این پنل میتونستی یه کار کنی، باید ازش آسیب پذیری گیر می آوردی. من هر موقع به این فکر کردم که من باید از این سایت پول بکشم بیرون، کریتیکال درارم، هکش کنم، هر موقع من به این فکر کردم باختم، چون فکرم پول بوده. و اما وقتی اینطوری بودم که حاجی چه برنامه باحالی، بریم تستش کنیم ببینیم جایی سوتی دادن توش، و رفتم فانکشنالیتی یه باگایی در اومده که خیلی باحاله، همین $200 شده. اوکی، پس اینو بهتون بگم، پروگرامی رو تست میکنی، سایتی رو تست میکنی، به فکر پول نباش. حالا این خیلی مهمه. خودم کوچولو میکنم. ستونا بریم برای گفتن اون آسیب پذیری و اینا. یه دونه API براتون پیدا کردم، رایگان، ریکم مورتی API. یه API نیاز داشتم برای اینکه روش کار تستی رو انجام بدیم. من اینجا اینو خاموش میکنم. خود سایت رو نمیتونم نشون بدم به دلیل امنیتی، برای همین یه دونه API تست اینجا دارم. من برم داکیومنت اینو باز کنم ببینم پست ریکوست داره. فقط بذار او GraphQL هم داره. جدی میگی؟ اینو جدیدن اضافه کردن و نداشت. بذار من برم تو رستش یه سرچ کنیم. پست ریکوست نداری؟ جدی؟ گت همش حتی خب منطقی هم نداشته باشه. این برای پر کردن دیتا است. این داستانش چیه؟ این API که اگر برگرفته شده از سریال ریکم مورتیه بچه ها، و نیاز داشتم یه API بهتون نشون بدم که بتونیم پیش بریم، چون اون هکی که من انجام دادم رو API بود. من اینجا برپمو روشن میکنم، این بیگن هدو کلیک میکنم روش. نگاه کن چه اتفاقی افتاد. ریکم مورتی API کاراکتر 42. خب این اند پوینت است که شما عدد اینجا وارد کنی، کاراکترهای مختلف ریکم مورتی برمیگرده. 41 رو بزنم ناکن اینجا گیر کرده حتی درخواستش. بذار من اینو بفرستم تو ریپیتر، میفرستم تو تب ریپیتر برای اینکه داشته باشمش. اینو فوروارد میکنم، خاموش میکنم. ناکن کاراکتر 41 برگشت. بیگ بوپ ویترز فیمیل. بعد آره ایمیج و این داستانش. پس میبینی طرز کارش رو میبینی دیگه. درخواست میزنی به اون آدرس، اطلاعات شخصیت ریکم مورتی برمیگرده. حالا اینجا توی ریپیتر نگاه کن. من اینجا درخواست تکرار میکنم، سند که میکنم این درخواستو، یه دونه جیسون برمیگرده با اطلاعات اون ریکم مورتی. میبینی سایتی که من هک کردم یه API این شکلی داشت، اما باید یه چیز بهش پست میکردی. اینجا یه چیزی داشت تحت عنوان پست. خب حالا یه دونه جیسون من اینجا کپی میکنم به صورت مثال. یه جیسون مثالم اینطوری داشت. خب یه جیسون اینطوری میفرستاد مثلا. حالا این not found, there is nothing here. این البته درست چیز نشده. بذار من اینو ببندم. مثلا یه همچین چیز. فرض کن یه دونه اند پوینت داشت، یه دونه دیتا بهش پست میشد، درسته؟ من نگاه این دیتایی کردم که داره پست میشه، یه دیتا این شکلی بود. یه چیزی برام عجیب بود، این که این داشت یه سری دیتا رو میفرستاد که من اصلا ستش نکرده بودم. گرفتی منظورو؟
بذار اینطوری فرض کن یه فرمی داری اطلاعاتتو تغییر میدی. قشنگ من اونجا یه فرم داشتم اطلاعات خودمو تغییر میدادم. یه دونه سفر چیز بود، دعوتنامه به سفر بود، من باید میفرستادم برای افراد دیگه. این فرم رو من میتونستم دستکاری کنم. خب بخشای مختلفشو من میتونستم دستکاری کنم، اسم و این داستانا. من دیدم که یه فیلدی داره به اسم عکس. بعد من دیدم تو فرم ما اصلا بخشی به نام عکس نداریم. یعنی من عکس اون مثلا دعوتنامه رو نمیتونم عوض کنم. چرا اینجا باید مثلا اینجا نوشته بود PQRL؟ بعد من دیدم چرا اصلا PQRL اینجاست؟ من که اصلا اینو ست نکردم. PQRL رو اومدم یه دونه عکس شرک مرک گذاشتم، اینطوری دستکاریش کردم و سندو زدم یه حالت اینطوری. فرض کنید این داره اتفاق میفته. دیدم عکسی که من اینجا لینکشو گذاشتم تو دعوتنامه داره فرستاده میشه به ایمیل بقیه. یعنی من میتونستم هر عکسی بدون که دسترسی داشته باشم، تو سایت دسترسی نداشتم ولی تو APIش دسترسی داشتم، یعنی حواس طرف نبوده، میفرستادم و عکسای مختلفو میتونستم بفرستم. این چه ایمپکتی داره؟ ایمپکت یکیش اینه که تو میتونی اون عکس رو عکس بدی بذاری، عکس فیشینگ بذاری. مثلا بگی آقا اگه میخوای بیای تو این سفر انقدر به این ولت بزن. طرف عکس رو میبینه، مردم هم بیشتر چششون رو عکس تا متن. بعد میتونه فیشینگ زیاد اتفاق بیفته چون سایتش هم بد بود. یعنی یه جوری بود که تو میتونستی به 100 نفر یه ایمیل رو بفرستی رایگان. و من اینطوری بودم که وات فاک، حالا 100 فکر نکنم ولی خب 20 تا فکر کنم میشد، 10 حداقل میشد با فاصله زمانی 10 تا. و من شک کردم دیگه. میبینی به PQRL من شک کردم، گفتم چرا اصلا PQRL داریم؟ منطقی نبود حضورش اینجا دیگه، قبول داری؟ حالا یه نوع حکایی هست. اتفاقا امروز داشتم یه رایت آپ میخوندم. پس همین، اینو بهتون بگم اول، همین به همین راحتی با دستکاری یه دونه فیلدایی که داشت به API پست میشد من گرفتم این داستانو و گزارش دادم. گاهی اوقات با توجه به رایت اپایی که خوندم بگم بهتون اینم، گاهی اوقات اینو اینجا نمیبینی. API رو نمیبینی، PQRL رو نمیبینی، خودت میای اینجا میذاریش و میبینی عوض میشه. امروز یه رایت اپ خونده بودم، طرف تو پروفایل کاربریش بود. بعد تو پروفایل کاربریش که بود مثلا همه اطلاعاتشو میتونست تغییر بده. تو کانالم اتفاقا گذاشتم، کانال تلگرام هم ندارید @رم گنگ سرچ کنید میاد. عکس پروفایلو عوض میکردم و اینطوری بود که داشتم میگفتم عکس چیز میگفت طرف، من اصلا ذهنم رفت، میگفت که تو میتونی ایمیل و رمزتو عوض کنی تو پروفایلت ولی سایت بهش اجازه نمیداد مثلا یه آدرسشو عوض کنه. این اومد توی API که داره میره به سمت سایت کار منو کرد، ولی هوشمندیش میدونی چی بود؟ دید مثلا یه دونه فیلد اینجا هست تحت عنوان ایمیل. خب دید وقتی مثلا ایمیلشو عوض میکنه یه چیز اینطوری پست میشه سمت بک‌اند. خب اینو دید، بعد اومد خودش یه دونه زرنگی کرد. اومد چیکار کرد؟ اومد ایمیل رو چیز کرد، یه دونه فیلد دیگه گذاشت تحت عنوان مثلا آدرس. حد زد که آدرس ممکنه باشه. این رفت سمت بک‌اند و آدرس یارو هم عوض شد. یعنی API دیولپر اینطوری نوشته بوده که آقا آدرس هر چیزی اومد به اسم خودش احتمالاً ستش کن. یعنی میگشته مثلا تو مثلا آدرسی که میگرفته میگشته تو دیتابیس بین کالم آدرس چی عوضش کنه. یعنی یه چیزی که دسترسی تو وب ندادن ولی بک‌اند دسترسی داشته. امیدوارم متوجه شده باشید چی میگم. خیلی سعی کردم ساده و این داستانا بگم. امید داشته باشید کلی واقعا خفن ان شاءالله بزنید. علاقه تو علاقه داری به این حوزه پس باگت هم میزنی. دوستتون دارم، امیدوارم خوشتون اومده شه. تا ویدیو بعدی ماچ به کلتون یا علی.